تا حالا شده حس کنین بدنتون روی دور تکرار افتاده؟ مثلا یه گرفتگی عضله که هر چند وقت یک بار برمیگرده، یا یه خستگی که حتی بعد از استراحت هم کاملا برطرف نمیشه. اینها سوالاتیه که خیلی از ما از خودمون میپرسیم و دنبال یه جواب مشخص براشون میگردیم. سلام و خوش اومدین به کانال دکتر شین. اگه شما هم حداقل یکی از این مشکلات رو تجربه کردین، این ویدیو واسه شماست، چون امروز قراره یک بار برای همیشه بفهمیم ریشه این مشکلات کجاست و مهمتر از اون راه حلش چیه. و کلید اصلی این ماجرا درک نقش یک ماده معدنی به اسم منیزیم در بدن ماست. خب سوال اول اینه که این گرفتگی‌های عضلانی، پرش پلک یا خستگی‌های مداوم واقعاً علتشون چیه؟ اینها میتونن نشانه‌هایی از طرف بدن باشن که به ما میگن یه چیزی در تعادل نیست. یکی از دلایل رایج این وضعیت کمبود منیزیمه. منیزیم یک ماده معدنی مهمه که توی بیشتر از 300 واکنش بیوشیمیایی بدن نقش داره و وقتی سطحش پایین بیاد، معمولاً سیستم عصبی و عضلات ما جزء اولین بخشایی هستن که واکنش نشون میدن. حالا این منیزیم دقیقاً چیه و چرا اینقدر برای بدن مهمه؟ منیزیم یک ماده معدنیه که ما خودمون نمیتونیم بسازیمش و باید از طریق غذا به دستش بیاریم. اهمیتش به این دلیله که تقریباً هر سلول توی بدن ما برای عملکرد درست بهش نیاز داره. به طور خلاصه منیزیم به این کارها کمک میکنه. تولید انرژی برای تبدیل غذا به انرژی، عملکرد عضلات و اعصاب یعنی انقباض و آرام شدن عضلات رو تنظیم میکنه، تنظیم فشار خون یعنی به سلامت رگ‌های خونی کمک میکنه و ساخت استخوان‌های سالم. سوال بعدی: دکتر من آزمایش دادم و بهم گفتن سطح منیزیم خونت نرماله، ولی خیلی از این علائمی که گفتینو دارم. خب اجازه بدین توضیح بدم چرا این اتفاق میفته. اگه فکر کنیم که کل منیزیم بدن ما یک کوه یخ بزرگه، آزمایش منیزیم که بهش منیزیم سرم هم میگن فقط نوک اون کوه رو اندازه میگیره. در واقع فقط 1% منیزیم بدن ما توی خون جریان داره و توی آزمایش مشخص میشه. حدود 60% توی استخوان‌ها و دندان‌ها است و بقیه هم داخل سلول‌ها، به خصوص بافت‌های نرم و عضلاته. اولویت اصلی بدن همیشه حفظ تعادل خونیه تا عملکردهای حیاتی مثل ضربان قلب و فعالیت‌های اعصاب مختل نشه. پس اگه شما کمتر از نیاز روزانه منیزیم دریافت کنید و کوچکترین کمبود در منیزیم خون شما توسط بدن تشخیص داده بشه، شروع میکنه و این ذخایر منیزیم رو میگیره و وارد خون میکنه تا تعادل به هم نخوره. به همین دلیل شما ممکنه برای مدت طولانی یک کمبود منیزیم پنهان داشته باشید. یعنی سلول‌های عضلانی، عصبی و استخوان‌های شما در حال خالی شدن از ذخایر منیزیم باشن و شما علائمی مانند گرفتگی، خستگی، اضطراب یا بیخوابی رو تجربه کنین، اما آزمایش خون شما همچنان نرمال به نظر برسه، چون بدن با برداشت از ذخایر ظاهراً همه چیز رو متعادل نگه داشته. خب چقدر منیزیم نیاز داریم تا بدنمون درست کار کنه؟ برای این کار یه راهنمای کلی وجود داره که بهش میگن RDA. این راهنما به ما میگه که هر فردی با توجه به سن و جنسیتش روزانه به چه مقدار از یک ماده مغذی نیاز داره. برای منیزیم این مقدار به طور متوسط بین 310 تا 420 میلی گرمه و مردا منیزیم بیشتری نیاز دارن نسبت به خانم‌ها. البته خانم‌های باردار و شیرده هم نسبت به بقیه خانم‌ها به منیزیم بیشتری نیاز دارن و همونطور که گفتیم منیزیم رو بدن ما نمیسازه. پس همه این مقدار مورد نیاز رو باید از منابع بیرون به دست بیاریم، یعنی غذاها یا مکمل‌ها. بسیار خوب، بهترین راه برای تامین این منیزیم چیه؟ بهترین و اصلی ترین راه همیشه تغذیه است. منیزیم به طور طبیعی توی خیلی از غذاهای سالم پیدا میشه. مهمترین منابع اینا هستن: دانه‌ها و مغزها، به خصوص تخم کدو، بادام و دانه چیا، سبزیجات برگدار تیره مثل اسفناج، حبوبات مثل لوبیا سیاه و عدس، غلات کامل، آووکادو و شکلات تلخ. البته باید توجه داشته باشیم این مواردی که منابع خوبی برای منیزیم هستن، یه سری نکات مخفی هم دارن. مثلا سبزیجات برگدار مثل اسفناج حاوی ضد مغذی هم هست، چیزی که باعث میشه مقدار کمتری از اون ماده مغذی جذب بدن ما بشه. مثلا اگه هر 100 میلی گرم برگ اسفناج حدود 80 میلی گرم منیزیم داشته باشه، به خاطر اگزالاتی که در برگ اسفناج هست، همه اون 80 میلی گرم جذب بدن ما نمیشه. یا مثلا غلات کامل که منبع خوبی هستن، کربوهیدرات هم دارن. برای همین مهمه که توی مصرفشون تعادل رو رعایت کنیم تا هم از منیزیمشون بهره ببریم، هم دچار اضافه وزن نشیم. داشتن ترکیبی از این مواد غذایی توی برنامه روزانه بهترین روش برای تامین منیزیمه. خب حالا بهم بگو بین این منابع کدوما بهترینن که هم منیزیم بالا داشته باشن و هم دردسر ضد مغذیاشون کمتر باشه؟ اگه دنبال قهرمان‌های منیزیم میگردی، باید بری سراغ دانه‌ها، به خصوص تخم کدو، دانه چیا و تخم کتان. برای اینکه یه تصور بهتر داشته باشی، فقط 2 قاشق غذاخوری تخم کدو حدود 150 میلی گرم منیزیم داره که تقریباً 40% نیاز روزانه
شماست. یا مثلا 2 قاشق غذاخوری دانه چیا حدود 111 میلی گرم منیزیم به بدنت میرسونه. خیلی راحت میتونی این مقدار رو به ماست یا اسموتی صبحانت اضافه کنی و بخش بزرگی از نیاز روزانت رو تأمین کنی. خب امیدوارم این پرسش و پاسخ تونسته باشه به سوالهای شما در مورد منیزیم جواب بده. همونطور که دیدیم توجه به این ماده معدنی کلیدی میتونه جواب خیلی از مشکلات روزمره ما مثل خستگی و گرفتگی عضلات باشه. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. اگه این مطالب براتون مفید بود لطفاً ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین. توی کامنت ها هم برام بنویسین که کدوم منبع منیزیم رو قراره به رژیم غذاییتون اضافه کنین.